وقتی که حجاب میکنی خیلی هم آزاد هستی، کسی جرئت نمیتواند به تو به چشم بد نگاه بکند، نه او داخل گناه میشود و نه تو. زینبی قهرمان الوداع الوداع، زینبی قهرمان الوداع الوداع، خواهر مهربان الوداع الوداع. هر گل زیباست اما یاس چیزی دیگری است، در میان سنگ ها الماس چیزی دیگری است. ما میان عمر خود خیلی برادر دیده ایم، در وفاداری ولی عباس چیزی دیگری. الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا ابوالقاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه و فرجنا بظهور ولی لا سیما بقیة الله فی الارضین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین و دهر الداهرین. خدمت شما بزرگواران عرض شود که امروز روز 9 محرم الحرام هست و روز 9 محرم الحرام را متعلق به علی اصغر می‌دانند. چه خوب هست که ما هم در این وقتی که بر ما داده شده است پیرامون ویژگی‌های علی اصغر علیه السلام صحبت بکنیم. ببینید این 6 ماهه امام حسین علیه السلام چه ویژگی‌هایی دارد. اولین ویژگی که ایشان دارد در توصیف علی اصغر آمده است اشبه الناس برسول الله. جسارت نشود در محضر اساتید اشبه صیغه اسم تفضیل هست، یعنی شبیه ترین مردم به رسول الله، یعنی که کسی که زیادتر شباهت به رسول الله داشته علی اصغر بوده. علی اصغر باب الحوایج هست، مقام توسل را دارد که بنابر همون آیه سوره مائده آیه 35 که می‌فرماید وابتغوا الیه الوسیله، به واسطه اسبابی به خداوند متوسل شوید. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت، از جمله اهل بیت علی اصغر هم که پسر امام حسین علیه السلام هست. باب الحوائج یعنی دروازه حاجات. وقتی که یک گرهی یک مشکلی در زندگی ما پیش می آید ما باید متوسل شویم به 6 ماهه امام حسین علیه السلام. روایت هست که می‌فرماید امام زمانی که طرف میدان حرکت کرد و روبروی سپاه دشمن ایستاد گفت که ان لم ترحمونی فارحمونی هذا الطفل، گفته اگر به من رحم نمی کنید پس رحم کنید به همین طفل. امام در حال صحبت کردن بوده است که حرمه ملعون یک تیر 3 شعبه را از کمان رها کرد و تا دور حلقوم علی اصغر را برید و امام حسین علیه السلام خون آن را به آسمان برد و به آسمان پرتاب کرد و میگفت روایت داریم که میگن که یک قطره از خون علی اصغر به زمین بر نگشت. و بعد از آن امام حسین علیه السلام رو به آسمان کرد و گفت و انتقم لنا من الظالمین، و انتقام ما را از ظالمین بگیر. به کی گفته؟ به الله گفته. ببینید بزرگواران وقتی که 6 ماهه اهل بیت 6 ماهه امام حسین برای ما الگو هست، ما میتوانیم از جوانان او مانند علی اکبر علیه السلام، ابوالفضل العباس علیه السلام نیز الگو بگیریم. آنها برای امام زمان خودشان یک سرباز بود و ما هم وقتی از اهل بیت الگو بگیریم برای امام زمان خودمان یک سرباز هستیم. چگونه الگو بگیریم؟ خواهر بزرگوارمان عرض کردند از شجاعت، از غیرت، از شهامت، از فداکاری ابوالفضل العباس الگو بگیریم، از غیرت و جرأت و فصاحت و بلاغت زینب الگو بگیریم. نگذاریم یک حرف ناحق در جامعه گفته شود بر علیه ما، بر علیه عترت و قرآن. نترسیم، شجاع باشیم، همیشه کاری بکنیم که قلب حجت ابن الحسن خوشحال شود، چهرهش خوشحال بشود. دیگر کاری نکنیم که سیلی بر روی حجت ابن الحسن بزنیم. آن مولای ما است، از امام حسین هم غریب تر هست، چون یاری ندارد، عباسی، علی اصغری، علی اکبری، زینبی ندارد، تنهای تنها.
و ما که این همه شیعه جمع شدیم در ایام محرم الحرام در این فرصت طلایی، چه خوب هست که ما هم الگو بگیریم از اهل بیت و یاری باشیم برای مولایمان تا لیاقت پیدا بکنیم در روز ظهور با مولا در دیوار کعبه تکیه بزنیم. آن روز هست که ثواب خواه حساب می شود. میگن که بعد از ظهور دیگر ثوابی حساب نمی شود. قبل ظهور هرچی هست دیگه مولا ما نمیتوانیم برای مولا مثلا نوکری بکنیم. قبل ظهور زمینه ظهور را فراهم بکن، راه ظهور را برای مولا باز بکن تا در روز ظهور با سر بلند به مولا بگویی من این کارها را کردم. و در آن روز هست که کسانی که نوکری اهل بیت را کردن همیشه سربلند هستند و با چهره خندان به طرف مولا نگاه میکنند. چه خوب هست که ما هم در راه خدا و در راه اهل بیت کار بکنیم تا یک سربازی خوب برای مولا باشیم تا در روز ظهور سرمان را بتوانیم جلوی مولا بلند بکنیم. و این خود اهل بیت قرآن و عطرت برای ما یک الگوی خوبی هست. وقتی که ما از این الگوهای خوب استفاده بکنیم بیشک در دنیا و آخرت سربلند هستیم. همیشه مولا را دعا بکنیم بعد از هر نمازمان. دعای سلامتی را بخوانیم خوب هست، ولی خداوند ضامن شده است، گفتن بقیت الله خیر لکم، یعنی بقیت الله باقی مانده خدا، یعنی خداوند گفته این باقی مانده من است، خزانه من و ذخیره من است برای شما و این بهترین هست برای شما. یعنی از این میفهمیم که امام زمان ما در پناه و عصمت الله است و او سالم هست. چه خوب هست که دعای فرج الهی اعظم الولا را بخوانیم. امام گفته برای فرج زیاد دعا بکنید زیرا که اون فرج خود شماست. ببینید بعضی انسان ها همین غربی ها وقتی میگن ما حجاب نمیکنیم فکر میکنن آزاد هستن، ولی نه. وقتی که حجاب میکنی آزاد هستی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در جامعه وارد میشوی در اسیر چشمان نامحرمان هستی، در داخل قفس هستی و وقتی که حجاب میکنی خیلی آزاد هستی. کسی جرأت نمیتواند به تو به چشم بد نگاه بکند، نه او داخل گناه میشود و نه تو. وقتی که ما همیشه حجابمان را مراعات بکنیم، حجاب زینبی و فاطمی بکنیم، بیشک که یک سرباز خوب میشیم از نگاه ظاهری. وقتی که همیشه دلتنگ شدی، نزدیک غروب آفتاب بود، برخیز 2 رکعت نماز بخوان برای تعجیل فرج. آنقدر قلبت آرام شود که دیگر اصلا هیچ غم و همی نداری. اولین کاری بکنیم چیکار بکنیم؟ از نگاه ظاهری ما خودمان را آماده ظهور بکنیم، چون انسان‌های جامعه امروزی ما ظاهری بین هستند. هیچ کس در وقت تو را میبینه اول از تو پرسان نمیکنه که شب نماز خوندی؟ سوره چهرت نگاه میکنه میبینه که حجاب کردی، میگه ماشاءالله. ولی وقتی که با تو آشنا شد از تو به یک طوری سوال میکنه که آیا نماز شب میخونی؟ میگه بله. من در دل شب میخیزم با مولایم صحبت میکنم. من در هنگامی برمیخیزم از خواب که اولیای خدا بیدار بوده. مولایم آقا صاحب زمان و العصر بیدار است. در آن دل شب، در آن آرامی من با خدایم صحبت میکنم و طلب فرج میکنم. وقتی که ما بر فرج دعا کردیم همان لحظه است که مهدی فاطمه لبخند میزنه میگه ببین این از شیعه من. چه خوب هست که ما همیشه از خداوند طلب توفیق بکنیم که توفیق نماز شب، توفیق حفظ حجاب و عفت، توفیق تمام کارهایی که ما برای اهل بیت رو میکنیم برای ما بدهد که ما در هر عرصه زندگی کسی موفق بشیم و انشاءالله که میدهد. از انسانهای بزرگ سالها که ما جوانها خیلی مهم هستیم، چون ما در سنی قرار داریم که شیطان ما را نمیگذارد به حال خودمان. هر لحظه ما را وسوسه میکند و چه خوب هست همیشه ذکر الله بر لبان ما باشد. همیشه بگیم لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، یا رب العالمین، اللهم اجل ولیک الفرج. همیشه وقتی که این اذکار را در لب‌هایمان جاری بکنیم بیشک که ما توفیق عزاداری، توفیق حفظ حجاب، توفیق هر نوع کار خیر را در راه خدا و راه اهل بیت ما پیدا میکنیم و انشاءالله که خداوند توفیق عنایت بفرماید تا در همین 40 همین جمع و کسانی که التماس دعا
دعا کردن در بین الحرمین باشیم. یک صلوات بلند. چرا جانم تو بی‌تابی علی اصغر می‌خوابی، چرا جانم تو بی‌تابی علی اصغر می‌خوابی، گمانم تشنه آبی ندو ای اصغرم امروز میخوام دقایق رو در رابطه به حضرت عباس صحبت نماییم. امام علی در وصف فرزندش عباس میفرماید که فرزندم عباس هر آنچه را که دارد از من بابایش علی گرفته. امام علی میفرماید فرزندم عباس هر آنچه را که دارد از بابایش علی گرفته است. جمال، کمال، همت، هر آنچه که دارد و خود افتخار میکنه. علی میگه عباس هر آنچه که دارد از بابایش علی گرفته. اما یک چیز را از مادرش ام البنین به ارث برده. او چیه؟ او شجاعت عباس هست. امام علی میفرماید فرزندم عباس شجاعتش را از مادرش ام البنین به ارث برده است. میخوایم ابتدا چند کلمه در مورد ام البنین بیان کنم که این ام البنین کی هست که فرزندش عباس شجاعتش را از مادرش ام البنین گرفته است. ام البنین زنی هست که وقتی آمد خانه علی، تازه عروس است، آمده خانه شوهر، همینی که پیش دروازه حضرت رسید خطاب به علی فرمود یا علی زینب را صدا کن. امام علی آمد داخل خانه، گفت زینب جان تو را فاطمه صدا دارم. حضرت زینب آمد دم در. ام البنین زن شجاع عرب، تو همینی که دختر 5 ساله علی را دید. حضرت زینب را دید و پایای بیبی زینب افتاد. گفت بیبی جان من نامدم که مهر و محبت مادرتون رو به دل شما جا کنم. یعنی من نامدم که جای مادرتون رو بگیرم. آیا مرا به کنیزی قبول میکنی؟ اگر میکنی که خوب، اگر نمیکنی برمیگردم خانه بابایم. این از زن شجاع که به دختر 5 ساله و پایای دختر 5 ساله میفته، میگه من نامدم که مهر محبت مادرتون رو به دل شما جا کنم. نامدم که مادری کنم برایتون. مرا به کنیزی به غلامی قبول میکنی؟ این از زن شجاع عرب که امام علی میفرماید فرزندم عباس شجاعتش را از مادرش ام البنین به ارث برده. بعد موقع ولادت حضرت عباس به دنیا می آید. باز هم ام البنین خطاب به علی میگه یا علی حسینم را بیاور. همینی که حسین را میاره داخل خانه، زن تازه حضرت عباس به دنیا آمده، از جای خود بلند میشه، قنداقه عباسش رو میگیره، گرد سر امام حسین میچرخونه، میگه عباس فدای سر حسینم، عباس فلا گردن حسین بگردد. ببین این زن شجاع آنچنان عباس رو تربیت کرده، آنچنان پسر با ادب و شجاع تربیت کرده که در همین 34 سالی که حضرت عباس عمر داشت یک بار هم به امام حسین خطاب نکرد برادر جان حسین. همواره میگفت سرور من، مولای من، آقای من. همینی که عباس طرف مسجد میرفت، همین که حضرت حسین طرف مسجد میرفت، عباس به دنبال امام حسین راه میرفت. دوشادوش حسین راه نمیرفت، این از ادب عقب‌تر از حسین راه میرفت. همینی که متوجه میشد امام حسین تشنه است، حضرت عباس بلا فاصله میرفت آب میآورد، میگفت مادرم گفته سقای حسین تویی. این از شجاعت عباس. روز قبل هم بیان کردم که وقتی مختار حرمه را دستگیر کرد، گفت تو چه کردی کربلا؟ اونجا دشمن اعتراف میکنه. حرمه میگه که اونجا دیدن چشمان عباس کار 1000 شمشیر را میکنه. تو عباس هست کسی جرأت نمیتونه که لشکر حسین را به هم بزنه. ابتدا باید چشمان عباس را از عباس گرفت، سلاح حسین را از حسین گرفت تا حسین را شکست داد. در کربلا اون قدر تیری که به عباس زدن به حسین نزدن. چرا؟ چون که اون قدر که لشکر علمدار صحنه کربلا تشویق میکرد و جنگ، امام حسین خودش رول نداشت. اون قدر تیر زد، اون قدر خنجر زد که دیگه حسین توان نداشت که عباسش رو به طرف خیمه پس بیاره. این از شجاعت عباس که امام علی در وصف فرزندش عباس میگه
عباس فرزندم شجاعتش را از مادرش ام البین بسپرده است. هر گل زیباست اما یاس چیزی دیگری است، در میان سنگ ها الماس چیزی دیگری است. ما میان عمر خود خیلی برادر دیده ایم، در وفاداری ولی عباس چیزی دیگری است. هر شهیدی که از روی اسب بر روی زمین میفتد امام حسین علیه السلام به تنهایی به سوی خیمه میآمد، اما بدن غرق به خون علی اکبر را نتوانست آورد. سوال نکردیم چرا آخر بدن علی قطعه شده بود، بدن علی پاره شده بود، دیگر رمق بر بدن امام حسین نماند. امام حسین صدا زد جوانان بنی هاشم بیای برادر خود را به سوی خیمه بیاورید، برادر خود را به سوی خیمه بیاورید. داغ جوان از همه غم ها سر است، داغ جوان از همه غم ها سر است. آفت جان پدر و مادر است، آفت جان پدر و مادر است. حسین آرام جانم، حسین آرام جانم، حسین روح روانم، حسین روح روانم، حسین سالار زینب، حسین غمخوار زینب، حسین غمخوار زینب، حسین دارانه دارم، حسین باغا بهارم، حسین باغا بهارم. زینبی قهرمان الوداع الوداع، زینبی قهرمان الوداع الوداع، خواهر مهربان الوداع الوداع. زینبی خواهر مهربان الوداع الوداع. تا که من زنده‌ام آهواری مکن، تا که من زنده‌ام آهواری مکن، از جفای خسان الوداع الوداع، از جفای خسان الوداع الوداع. زینب قهرمان الوداع الوداع. از فراق جوانان مرا مشکل است، از فراق جوانان مرا مشکل است. زندگی در جهان الوداع الوداع، زندگی در جهان الوداع الوداع. زینب قهرمان زنده باشم من کشته گردد بکن، زنده باشم من کشته گردد بکن. اکبر نوجوان الوداع الوداع، اکبر نوجوان الوداع الوداع. زینب قهرمان الوداع.
تمام